سلام بچه، من ساشام و الان داخل سیبری هستم. بریم با هم امروز به پیشنهاد شما یه استانبولی خوشمزه درست میکنیم. و چیزی که باید بدونید داخل روسیه ما فقط یه دونه پلو درست میکنیم. مثلا پلوی ازبکی بجز این پلو هیچ پلوی دیگری ما اصلا نمیدونیم. شما که داخل ایران و هزار تا انواع پلو دارید و من از بین همه پلوهایی که شما دارید تو فقط زرش پلو امتحان کردم و عدس پلو. عدس پلو من زیاد ازش خوشم نیامده و جالبه بدونین که داخل روسیه ما اصلا از زرشک به صورت خشک استفاده نمی کنیم. و در مورد انواع دیگه هم شنیدم که شما شیرین پلو دارید که من نمیدونم با چی درست میشه، اونم تازه رشته پلو. شاید رشته یعنی چی؟ شاید همون مکرونی، یا موش پلو. موش یعنی چی؟ یا حتی البالو پلو. خلاصه اینکه شما دست همه رو از گردن یا از پشت بستید. مادر بزرگم واسه که سر حالش بود همیشه برای ما یک پلوی ازبکی درست میکرد، داخلش کلی روغن میریخت که این واقعا اگر روغن نبود خوشمزم نمیشده. من وقتی که یه غذا درست میکنم خیلی زیاد روغن نمیزنم، ولی هموطاق ایرانیم همیشه دوست داشت زیاد روغن بریزه و واقعا به خاطر همین روغن ریختنش همه غذاش عالی بود و من دستپختش رو خیلی دوست داشتم و خودم هم خیلی آرزو داشتم که واقعا مثل مادر بزرگم غذا درست کنم، ولی متاسفانه دیگه نمیدونم، چون که شاید مادر بزرگم خوشمزه غذا درست میکرد در بچگی، زیاد خودم تلاش نمیکردم برای غذا درست کردن. ولی الان حسرتش میخورم که چرا ازش واقعا یاد نگرفتم، چون که واقعا خودش یک پست سرآشپز بود برای خودش و برای کل خانواده‌مون. اینجا دارم فضولی میکنم که دقیقا همسایه هایمون چیکار میکنن. نمیدونم کافی هست یا کافی نیست. و این همسایمون که تاتار باید بستگانمون میشده، ولی حالا چرا نشده الان براتون تعریف میکنم. بچه ها این برنج ایرانی نیست، نمیدونم چه مزه در میاد. خلاصه همسایمون چند تا دختر داشت، این 2 تا دختر و یک پسر. و یک روز در پارتی یا در کلاب برادرم از یکی از دختراش خوشش میاد. سردم شده ها. من بود سرما بخورم به خاطر پلو استانبولی. و وارد رابطه میشن و اون خانم همون دخترش، دختر همسایه، یه بچه کوچولو داشت، فکر کنم 3 سال بوده و خیلی بونمک و توپل بوده ها. ولی با این که در روسیه اصلا مردها دوست ندارن با کسایی که دیگه از قبل با یکی ازدواج کردن یا کسی که مثلا بچه داشتن کلا وارد رابطه بشن، ولی برادرم واقعا عاشق این بچه کوچولو شده و مثل دختر خودش دونسته. و مامانم کلا مخالف این رابطه بوده، نمیدونم چرا، ولی من خودمم از این خانم خوشم می اومده و واقعا به من احترام میذاشته و این خیلی مهمه. وقتی که برادرت با یکی دیگه میخواد ازدواج کنه و وارد رابطه بشه بهت احترام بذاره. خب و داخل روسیه زیاد مردها با زنها ازدواج نمی کنند و فکر کنم ازدواج سفیدی دارن به قول شما، یعنی در اصل نمیرن حتی عقد نمی کنن. کلا خود مرد روس دوست نداره ازدواج کنه و مسئولیت پذیر باشد. به جاش دختر روس یعنی واقعا وقتی که وارد رابطه میشن واقعا منتظر این پیشنهاد ازدواج هستند. دوست پسر و دوست دختر در روسیه میتونن حدودا نزدیک به 10 سال خب زیر یک سقف زندگی کنن، هیچ بچه شاید نداشتن یا داشته باشند ولی با هم ازدواج نکنند. ولی بازم من جمع نمیبندم، همه اینطوری نیستند. اگر در مورد خودم بگم فکر کنم میدونید دوست ندارم با یکی وارد رابطه بشم و بعد منتظر نمیدونم پیشنهاد بدم. دوست دارم
سری طرحی که به من پیشنهاد بده شاید. البته ببخشید که اینجا اصلا سرم مشخص نیست، چون که بلد فعلا نیستم برای یوتیوب ویدیو بگیرم. و این گوجه های لعنتی اصلا نمیخواستن توی این سرما رنده بشند. به خاطر همین تسلیم شدم و گفتم که لعنت بهش، میرم خونه این رو انجام میدم. خلاصه بیام ادامه این رابطه دوست دختر قبلی و برادر و اون بچه کوچولو که این دختر داشت حرف بزنم. این دختر همینطوری که میبینید دیگه شوهرش ول کرده و یه بچه بعد از این ازدواج مونده. دلیل جدا شدن از شوهرش نمیتونم برای شما تعریف کنم، چون که برادرم هیچ وقت از رابطه با من حرف نمیزد. شاید به مامانم تعریف میکرد، ولی من کلا از این خواهرهایی هستم که اصلا دخالت نمی کنم. دیگه زندگی خودم رو دارم، اونا هم زندگی خودم رو دارن، خودشون رو دارن. ببخشید اینجا اصلا روحم خبری نداره که برای چی من برای استانبول پلو دارم سیب زمینی خورد میکنم. خلاصه به قول شما مسخو ریختم توی قیمه. خب اسم دوست دختر قبلی برادرم ناتاشا بود، یا اسم رسمیش ناتالیا. یک چیزی که از اون خانم خوشم می اومد این که وقتی که می اومد برای مهمونی، وقتی که ما دور هم جمع می شدیم، بعد از مهمونی می موند و ظرف همه ایمون رو می شست. سرده ها، خیلی سرده. امروز آخرین روز من هست داخل سیبری هست و فردا من دیگه میرم مسکو. البته شروع میکرد به شستن ظرف و مامانم اصلا نمیذاشت، میگفت که برو دیگه، مثلا برید با ژنیا. اسم برادرم ژنیا هست. نگاه کن یخ زده. من میخواستم خود برنج باز بشه، به جاش یخ زده اینجا. من بودم مادر بزرگم ببینه در این حالت منو میخوره ها. آها نگاه کنید یخ زده، حتی قندیل بسته ها. خب بفرمایید. اینجا دیگه داره چیز میشه، سرد میشه. اینم امروز بیرون، خیلی خوشمزه و خیلی قشنگ. اینجا هم ما در میاریم، همه چیز رو میاریم اینجا. خب دستم یخ زده. پلو استانبول باید 100% خوشمزه باشد. خانواده دختر خیلی خوشبخت بودند و خوشحالی که دخترش با ژنیو ما، یعنی برادرم، وارد رابطه شده بود. این برای کود میشه، نگران نباشید، برای کود میشه. کلا خانواده ما مثبت هست، نه مشروبی میخوریم نه سیگاری میکشیم، مثلا کلا هیچی نمیکشیم ما. و خیلی هم زحمت میکشیم، تک تک خانوادهمون خیلی زحمت کشن. به خاطر همین همه حسودی میکنن به ما و حسرت این رو میخورن که چرا در جایگاه ما نیستن. خانواده دختر زیاد خوب نبوده و مامانم خیلی تلاش میکرد که دیگه برادرم اون خانوم رو فراموش کنه، ولی برادرم به حرف مامانم گوش نمیکرد. در روسیه کلا تقریبا همه بچه‌های روس به حرف خانواده‌شون گوش نمی‌کنن و هر چیزی که دوست دارن میرن و انجام میدن. و وقتی که خانواده یا مامان یا بابا کلا مخالف یک دوست دختر دوست پسر بچهش میشن، کلا اون بچه یا اون کلا هر خری خو میرن با کل خانواده قهر میکنن و کلا از خونه میزنن بیرون، ول میکنن، همه وسایل رو جمع میکنن و میرن پیش کسی که عاشقش شدن.
خلاصه اون خانم هیچ شغلی نداشته، ولی برادرم شغل خیلی آنچنانی داشته و حقوقش خیلی بالا بود. به خاطر همین اون خانم نمیخواست که کلاً از برادرم کنده بشه و با 5 تا انگشت با 10 تا انگشت بهش چسبیده. و برادرم اصلا خسیس بازی در نمی آورد. خیلی براش خیلی چیزها می خریده، یک تلویزیون خریده. نمیدونم خلاصه اینکه هیچ وقت توی خونه‌شو نبودم یا واقعا زیاد درس میخوندم اون موقع ها که اصلا زیاد اون زمان یادم نمیاد. فقط تنها چیزی که یادم میاد اینه که مامانم خیلی ناراحت بود. هر چی که گوشت چرخ کرده مامانم داشت به من داد و من کلش رو ریختم توی ماهیتابه. روب ما یک زده هست، نمیدونم چیکار کنم، هیچ جوری نمیتونم در بیارمش. خدا، حتی یخچال، حتی اسمش چیه، چنگال اینطوری شده، خم شده. و یک روز یک اتفاق عجیب و غریب افتاده بود. البته عجیب نبود چون که الان تعریف میکنم. اون خانم اهل پارتی بازی و رفتن به کلاب بوده و میخواست دنس کنه، یعنی برقصه. و یک شبی رسید که دختر باز میخواست بره همون کلاب. فکر کنم برادرم اون موقع باید میرفت سر کار یا کلان سر کار بود و بهش یه شرطی گذاشته، یا کلان با من میمونی و وارد رابطه با من میمونی، خب، یا میری همون کلاب و برقصی و من تو رو ول میکنم. آخر سر دختره کار خودشو کرده و برادرم وقتی که این رو فهمیده ولش کرده. همه وسایلشو برداشته و اومده توی خونه مامانم که در اون شهرک هست. من و مادر بزرگم کلا نگران اون تلویزیونی بودیم که بهش هدیه داده بود. کلا میخواستیم حتی اون هدیه رو از خونه دختره بکشیم بیرون. حتی به برادرم مادر بزرگم گفته بود که برو بگیر اون تلویزیون رو. البته یادم نمیاد این مامانم گفته یا مادر بزرگم گفته بود بهش. ولی برادرم خودش رو کوچک نکرد و ما بدون تلویزیون موندیم. ولی من هنوز توی فکرشم با مادر بزرگم. این سیب زمینی رو من تمیز کردم برای تختیک نمیدونم اولین بارم هست که من این رو درست میکنم با سیب زمینی. شما نوشته بودید که با لواش هم میشه درست کرد، ولی نمیدونم، من لواش ندارم توی سیبری، فقط نون مامانم دارم که به دردش نمیخوره. برادرم خیلی ناراحت بوده چون که کلا دختر ترجیح داد بره برقصه به جای اینکه توی رابطه با برادرم بمونه. یا علی کم زیاد ریختم، فکر کنم خیلی زیاد ریختم. ای بابا، سیب زمینی برای تختیک دارم خرد میکنم چون از تختیق قرمه سبزی اصلا خوشش نیامده. به نظر شما این کافی هست یا نه برای تختیک؟ چیکار کردم واقعا؟ چیکار نکردم فقط. در ضمن مامانم که توی آسمون 8 و 2 بود وقتی که فهمیده که دختره همچین کاری کرده. اسم دیگری باید بزنم از سیب زمینی. خب تحقیق من آماده هست. فکرم داخل اونجا اینطوری بود، نصفش رو اینطوری باید میریختیم. اینم از موادی که من درست کردم. مواد رو میریزیم نصفش اینطوری، فکر کنم، نمیدونم، گفته بودن اینطوری باید ریخت. ای بابا، عالی عالی.
خیلی عالی شده. نمیدونم با برنج چطور میشه، چون که برنج ما برنج روسی است و برنج خوشمزه ای نیست. نصف برنجمون دیگه بازم میریزیم اینجا. نمیدونم یا علی آیا مامانم حاضره اینو رو بخوره؟ نمیدونم. مجبوره. و نصف دیگرم میریزیم. متاسفانه من زردچوبه و زعفرون نداشتم، به خاطر همین بدون زردچوبه و زعفرون درست شده. و یک کم اینجا من فلفل شیرین اضافه کردم، فلفل دلمه‌ای. تمام. الان میذارم روی گاز و تخدیک درست میشه. مثلا تخدیک. خب بچه من این رو میذارم روی حرارت. نمیدونم چه حرارتی باید گذاشت، واقعا نگاه کنید. نگاه کنید چه حرارتی باشد. اینجا کثیف شده همه چیز، فعلا تمیز نمی کنم. بذار روی همین حرارت بمونه دیگه. نمیدونم بعد از نیم ساعت باید بردارم، بعد از چه ساعتی باید بردارم. حالا بذار بمونه روی زیر اسمش چیه، زیر این میگم برنج مونده. فکر کنم مزهش که باید خوشمزه باشه. چه خوشگله و خنده داره. الان مامانم زنگ زده و گفته بود که چی درست کردی پلو خودت رو. منم گفتم که نه هنوز، باید یکم روی شاله بمونه. گفته بود که وای چه خوش رنگ شده، خوشگل شده. ما هم دیگه گشتمون شد. حالا بیا سریعتر که به ما غذا بده. منم الان سریع اینجا ظرف میشورم، سری لباس میپوشم، میرم پیش مامانم. در به قابل من رو میبندیم. قابل من رو روی حرارت میذاریم. ابتدا برای 2 دقیقه و الانم برای حرارت زیاد گذاشتم مثل این خانم. حرارت رو زیاد میکنیم تا هم پلو دم بیاره هم تهدیق برشته بشه. بعد از تهدیق 2 دقیقه حرارت رو کم میکنیم و اجازه میدیم 1 ساعت دم بکشه. یا علی 1 ساعت؟ من این غذا دارم از ساعت 4 ظهر آماده میکنم، ساعت 7:30. یعنی چند؟ 3 ساعت و نیم دارم درست میکنم. تازه 1 ساعت باید چیکار بشه؟ دم بکشه. یا علی یا حضرت عباس. غلط کردم، این غذا رو انتخاب کردم. شما چرا من این غذا رو پیشنهاد دادید که باید 4 ساعت و نیم براش بذارم؟ خسته شدم. فکر کنم 1 ساعت، فکر کنم 2 دقیقه گذاشته. باید حرارت رو کم کنیم. اینهاش میبینید اینجا حرارت رو کم کنیم و اینطوری میذاریم. حالا باید ظرف بشورم و برم پیش بعد مامانم. فکر کنم نیم دقیقه گذشت. نه نیم ساعت، نیم دقیقه چی هست؟ و من الان میخوام بکنم. مبادا اون سیب زمینی که من تحتی گذاشتم که میکنه روی کل چیز استانبولی هم. بخ نمیدونم. خوشمزه شده بگم. هی منتظرم، خودم منتظرم، شاخکار خودم. اون سیب زمینی که من بیرون خورد کردم فکر کردم برای استانبولی هست، ولی اینقدر شما پیام زیادی گذاشته که قوطی کردم، خوب شد. فهمیدم که این سیب زمینی یعنی پلوی، نفهمیدم. دو غذا شما دارید. خلاصه مهم نیست. من میخوام اینا رو الان داخلش آب داغ بریزم و
پلوی من آماده شد. بفرمایید. به مثلا وای نمیدونم چه خبر شد. باید اینطوری کنم، به هم بزنم. چی شد؟ برنج قطعا له شده، یعنی خوابیده. نمیدونم مامانم خوشش بیاد یا علی. پایین که کلن بابام نمیفهمه فکر کنم. تهدید که اون اصلا نمیفهمه یعنی چی. الان میاد میگه که چرا سوزوندی؟ از نظر روس‌ها این سوزوندن است. اوه اینه چی شده یا علی؟ ای بابا چه خبره؟ نیزنم نمیدونم، واقعا نمیدونم. زعفرون نیست. نمیدونم والا چی شد. اینم از پلوی لوبیا من، البته ببخشید پلوی استانبولی من. میبینید برنج من اصلا خوب نبوده، ولی خب هرچی که شد شد دیگه بهتر از این نمیتونست باشد. خلاصه بچه ها، اگر شما از دوستان خالزنکی من خوشتون اومده، من بازم کلی دوستان براتون دارم. حتما داخل کامنت بنویسید، سوالهاتون بنویسید، نظرتون بنویسید در مورد استانبولی من، در مورد برادرم و دوست دختر قبلیش. خب خلاصه اینکه یادتون نره لایک کنید. میبوسمتون.